بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی و درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. جان جور است، شادت خوب است. چی میکاری بخیر؟ پالک مالک. یگان خانما که اینجا کار میکنن یا پشت گندنه میان چی رقم حساب است؟ جان؟ 2,500 نفر. 2,500 نفر؟ کار میکنه؟ در اینجا؟ صبح چای چاشی. خب چند نفر خانم هاست؟ دوتا یکی مونه یکی مدکه گرفته اون 3,500 مونه میزنه که 3,500 میده. خب روزه؟ چی کار میکنه بازی؟ خیشاوه میکنه؟ کار خب خودت خانه کجاست؟ همینجا. باز زمین هاست خود است یا دیقان هستی؟ دیقان کار هستی؟ خودم میبینی چی میکنی؟ خب چند نفر از اولادا؟ 7-8 تا هستی. 7-8 تا نام خدا. بچه کلان چی کار میکنه؟ بچه کلان هم بیکار است حالا خوبی. قرنطین است؟ خب سر تو قرنطین نامده؟ نه سر من میکشم قرنطین. پیش تو بیل است دیگه کمی آمد دیگه. هم توا میکشم. شاید غیر شعله دیگه چیز خوردم نتانی دیگه؟ بشک. در خانه چند بوجیار داریم؟ آردست کجا شده ایوانم. چی میگی؟ از این کردا کدام حاصل نورداشت یک 5-6 خروار؟ چی میگی؟ گندم میکنین یا تنها می گندنه و؟ میگم جالت نکنم. چند جریب زمین دارید اینجا؟ یک 5-6 جریب مال مردم هست. گل و گلزار بود. از خودت ترد میگم نه خدا بترد درباره. بشک. خب یک پیسه آرد و روغن کاکا را ما باید بتیم در اینجا آمدیم. ها؟ چطور کاکا؟ دلک دیگه. دیگه از تو که عرق میریزانی برای خاطر فامیل دیگه باش که مدام جیبم دست کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاروق و مهدی جان کوچک از سوئیس 12,700 افغانی روان کرده. چندش تو را بتم خوش هستی کاکا؟ داره پیشم میتونم ما خوش هستیم. خب این قضاوت به دست تو باش که چند میور داری. نه من کار ندارم. قضاوت به دست تو برو تو ما ببینم که فکر کن که نه دیگه خودت میفهمی کاره. خب یک بوجیار دا چند میتم؟ 2,000 میتم. 2,000 من این پیسه آرد بی روغن چی کنی ها؟ اینی هم از روغن اینی هم از برنج شوله‌ای. صحیح است؟ قربانت شو. با عزت باشی. کدام روز باز میایم بخیر از امو آرده که خرید یک آشک بته ما را. صحیح است؟ یعنی 4,000 تقدیمت کردیم خدا برات رساند. حتما یه عرق که سر روی ریخته دیگه خداوند خودش عقل مبین است. در اون دنیا دیگه جنتا جای کل مولا با عزت باش. مرض چی را گم کنه از این خاک ما. الهی امین. کسی کمک کرده بگو خدا خیرش بده. خدا خیرش بده. خدا 1 روپه کمک کرده 1,000 روپه کنه. آمین. خیر ببین. خدا حافظ. ما بریم کاکا کمی سیاست. این ها کس پیاز است دیگه. پیاز یا نیش پیاز میگن ایره. این هم گندنه است نیمه دیگه. برادر در دست خود برو که تشترنگ نزنیم ها. این هم گندنه. سلام علیکم. همت داشتن و مردانه بودن و مقابله با زندگی دشوارترین صفات است که مردم افغانستان بالخصوص به عنوان افغان در طول تاریخ آن را در خودشان ثابت ساخته است. افغانستان صدها بانوی قهرمان در خود پرورانیده است که یکی از آنها بانوی با شهامت است که در دشوارترین لحظات زندگی با خانواده‌اش برای کس دست بوده، برای کسی چشم بوده و برای کسی قلب مهربان و برای شوهرش فرشته.
این بانو که شوهر و پسرش بیمار است دخترش را همچو خود پرورانیده است تا همت کند و زندگی را با تمامی مشکلات که دارد برای خانوادهش بهشت بسازد. در برنامه گذشته تیم ما با این بانو برخورد که از مزرعه سبزیجات را خریداری میکرد و بعد از تنظیم کردن آن دوباره به بازار عرضه میکرد. اکنون هم تیم ما با این خانم با همت به سوی خانه‌اش در حرکت است تا باشد از زندگی و روزگارش حرف‌هایی را شنوا باشیم. در نخست باید مواد غذایی خریداری کرد. مادر جان بگو خود دیگر چی که میگیری ما در خدمتت هستیم. میگیری مادر چای؟ یعنی می دیگه نان و چاست و چای سوگ و ماسته. خودت خیلی ببینید خداوند کتان کمک کنه شما با مردم کمک میکنید. با عزت باش. روغن بگی برش از این بشکگکا. بشکه دلیتره؟ یک کیلو چای سبز بگیره سیاه. ها ما چون سیاه برای کرونا فایده داره ما را بازی دادن چی رقم نصف شب کلگی پشت چای سیاه خانه ما آمده بود. دم ایران ماندیم که چیگه پس ما برای مردم رمضانی آمده خیلی یک در پا بتیمش مگه چای سیاه داری نداری مردم والا 1.5 کیلو این سابق مانده هیچ کس نمیخورد امشب این شما آمدین. ورد تو حساب که؟ ورد می پاتل سوا پکشا پس می حساب کنیم. خدا خیرش بده. روغن هم بیادر؟ روغن هم 800. 800 اگه نه اون 830 دی بله دیگه است. او چای می 200 اول چای برند چای حساب کنیم. 300 280 به خاطر کار خیر. 300 چه خیرات دمنگ طول. جوانده. خب شب توتال چوش مکمل. مکمل چشلی شپک زرو. و یو پاکت مالگم پریزافک رسیده. شپک زرو 280 جمع 350. شپک زرو 400 لسر پیش شپک زرو 6400 دیگه در پیش چی کنیم حساب صحیح بیایه بیاده. خب دوستو عزیز ما بیبیاجی از لندن که 16600 روان کرده بود 7000 پر کرده کرای تاکسی برای خانم که شما روز گذشته برنامه شدیدین بر از او مواد خریداری کردیم مواد ارتزاقی و 3000 هم برش نقد دادیم که 10000 افغانی شد. اینجا پیش ما 6600 دیگه موجود است که مال براجی صاحب 6400 تقدیم میکنیم 200 دیگه شون میتیم که این زرنج این پیش از پیش آمده بیادر خدا آماده گرفته که بار کنه ببره بخیر 200 هم میتیم بر از او که از گردن ما خلاص شوی 2 3 4 5 6 6000 چو 400 6.5 100 مربوطه 6400 مواد خریداری کردیم خدا خیرت بده بیبیاجی که از قرای دور به غم هموطنای عزیزتان هستین یک دعا میکنیم برای دیگه مادر جان خدا خیرش بده که از قرای دور کمک کرده چهار چو کمک که پده وطن که مظلومان و خیر وطن تر جوانده اوسیم دوست کوم جایزه چه په نظر کې لري د خورجان ته جان ته خو یو شای دی چې موږ توانه پوری څنګه نه یا نه بیادر هم کرای خودت دیگه فقط در خود خانه در کندو آرد مندازی بگی بالا کو بخیر باش که برای مادر جان کدام چیز آجی صاحب می بالا که بواره باشه که مو را بیاره یک پاکت چاکلیت برش میاره ها عزت میمان شوه واقعیت آجی صاحب از امو داخل شهر کرده مندهی کرده برای ما در هر چیز 50 روپه 30 روپه کمک کرد خدا خیرش بده ما اونجا آردش 2.5 سر ما و آدم خدا خیر بده نقریش مانده بود دیگه ما میگم که مسلمانی نخواد دریش باشه دیگه اینجا قلب مهم است اما تراز بیادرهای آنه 8.5 ساعت برای ما روغن حساب کرده بود آجی صاحب بله چی کردی؟ بلم در پاکت برش انداختم که خب بله ما را بده که ما اینجا دوستا را بگویم که شما تفاوت بله احساس کنین نه او را پرتو برش هایست ما شما از خود هستیم دوستا عزیز 8.5 روپیه نمیال 130 روپیه ما به زوره دعوا کتش جور کردیم اینه روغن دلیتره 130 اگه اینه او بداره از این فروشگاهی که خب
خدا خیرتان بده، زنده باشین. دیر مننه کورم مادان. بریم بخیر مادر جان. بچه که مریض است بسیار دیگه مشکلی زندگی عرقم تیر میشه. من رنگ بچیم که سعی میکنم، ما دقیق سنوزی سعی میکنم رنگ میبرم، هر دقیقه چپم میشه زوف میکنم. پدرش تکلیف حساب داره، کار نمیکنه در خانه است. پیاز گردنم سرخه چیزا رو میبرم اونجا میفروشم. از واسه نمیشه که من یه تداوی کنم. پیش دکتر رفتی؟ پیش دکتر یک دفعه بردم دیگه دوا داد، دیگه گفته دامه بتی دوایش رو چی کن. میگم بریم چی کنم مشکل. دیگه من از واسه ما نمیشه که میره چی کنم میکنم. مشکل ما بسیار زیاد است. شوهرم تکلیف حساب داره. این خانه رو 30,000 کیلومتر نام داره. خود ما مریض هستم. دیوام در طلاق کو ها؟ چیار است که کل جای تر است؟ کلش تر است، کلشون تو نام داره، کلش است. کلشون تو روز است. ببین خانه این 30,000 کیلومتر. من یک خانه است یک دوله 30,000 کیلومتر. خودمون مالتیزم دارم. پایان درد میکنن. کارم قالوشی ما کردم. در بودم پاکی ما کار کردم. هر خیز کار برای اولادم کردم. باشه اولادم آرام باشه. اینا خودم دیگه نمیتونم. مالتیزم دارم. نه قالوشش نمیتونم. نه دیگه میتونم. اینا در خانه اینا امید اگه پیدا کردم میخوریم اگه نکردیم هیچ. اینا گندنه و اینم چیزا رو چی میکنم برای نمی‌آید یک لقمه نه قلال پیدا میکنم میارم برای زیاد میتونم. اینی بچه مریض است، رنجی بچه من زیاد درد. پارکایتان کندیده مادر؟ پایل مالتیزم دارم. اینا خودم برای این حالت کار میکنم برای زیاد لقمه میارم بچه نمیتونم مریض است. زندگی دیگه میگذره خداوند پاک رحم کنه. میشه دیگه مگم این رنج این بچه من زیاد این اصلا پیدا کردم میخورم نکردم صبر خدا میکنم. مگم این بچه‌م که جور شود. اینمی برای من یک پوچویی است که بچه ها کم جور شود. آرزوی تمیز دیگه؟ آرزوی بینویست که بچه ها کم جور شود. تا قیامت ما اون کار نمیتونم. ایلا امیدی خدا اینمی بچه را گرفتیم. دیگه ما کس ندارم. که این بچه جور شود یک لقمه نان حلال برای ما پیدا کنم که ما بخورم. تا آخر عمر ما کار نمیتونم. ما دارم این پاهای ما پولیده. چطور هستی جان کاکا؟ نامه که چی است؟ مصطفی جان. چند سال هستی؟ 14-15 مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ 8 رفتی؟ چقدر وقت میشه که مریض هستی؟ 2 سال شد. چی کار میکردی بعد از مکتب؟ چیز میکردم، برای سپرشی و سپرشی. خب، حال نمیتونی دیگه؟ قرار در خانه هستی؟ از خانه دیگه بیرون هم برایم دیگه؟ دیگه بیرون مکتبایشون نیست. وقتی مکتبش باشه باز مکتب میره و پس خانه میره. دیگه جای نه. دیگه جای نمیکنه. مکتبا رو ستیز دیگه در این خانه است. دیگه باید خبرگیرایش باشین در مورای مکتب هم دیگه نه. خود دیگه میره دیگه الا امید خدا دیگه. من خودم خونه باشم در خانه دیگه. من خودش میرم پدرشون تو تکلیف حساب دارن. اینمی خود از دیگه. بیا خدا مهربان است، خدا پرده کنه. باز در کجا کاربار گندنه را میکنی؟ پاکاری و در شهر در اینجا میکنم میبرم. پاکاری یاره در پاکاریش در خانه میکنم، میشویم، تیار میکنم، گدای میکنم، باز در چی میمونم باز میبرم. باز در شهر در اونجا سودایش میکنم. اینی است وضعیت هموطنهای ما. در فرق کوستن. این خانه مکمل نام داره. 2 نفر مریض که یکی شاید از خاطر از اینکه فشار روزگار سرش بوده اون تکلیف حساب برش پیدا شده. و این بچه جوانه که نلغه جوان است و اینی حالت است و اگر یک مادر پیسه دارو درمال داشته باشه خب میبرش پیش دکتر چون اولادش است. از اینجا تا او پایین پیاده میره. بعضی وقتا میگن تا شهر پیاده میره به خاطر از اینکه در کرای موتر یک دانه نان بخره و بیاره برای فامیل. آفرین به شهامت و غیرتش که حرکت دست پیش نمی کنه. اون شما دیدین که ما در کجاست کتش سر خوردیم و اولش جویا شدیم. کی میفهمه ما فکر میکردیم که آمده حتما گندنه را خریده که گاشک کنه یا کدام میمونی داره. اما فقط خداوند پاک از دلها و قلبها خبر داره.
دو اتاق است یک اتاق؟ یک اتاق است یک دالیز است. او طرف باز آشپزخانه؟ آشپزخانه نیست، خانه هم صاحب خانه است که حالا وی خود مانده. خب این هم قدر جای این هم یک خانه و یک دالیز است نمیگه. خدا مهربان تشویش نکن. ما خواستیم من دیوالای تنگ داد کدام دوره که مگم شده بودم از پیش توی نه مادرت مرا بیا که بریم که ایلالای پشت دق شده. چقدر وقت شد ما تو ندیدیم نه؟ سنتیا بودیم. من 5 دفعه ناکام شدم نموسن ماندم توی نه سن 5 چیدی. مادم سن په 5 که مانده. استاد دیگه ماجرا چی نبود؟ تصاب خراب ها؟ کجا؟ استاد معلوم ظاهر که بود یادت میاد که یک دفعه ما را در یک لنگ استاد کرده بود یک وقت کلسون بیادر رخصت شده هیچ کس نمانده ما در یک لنگ استاد میخیزیم بیادر ملازم مکتب میگه چی میکنی اینجا؟ مالا استاد ما را گفته که 2 ساعت سر یک لنگ استاد چه جزاییستی میگه بخی بیادر کلگی رفته خانه خود یک دفتر هم جزا داده بود نه از رای دیوال که گرفته بودی این دیوال دوره مکتب ما دیگه ما یک ذره تنبل هستم مرا میگفت که الوا با چی نوشته میشد من میگفتم به دو چشمه هنه باز ارتفاق میزد استاد خب مادر جان دیگه خدا مهربان است تشویش نکنیم توکل به خدا انشاءالله که همه چیز جور میشه در کلش در سپورت دو لغت ها میزنه یک دفعه استاد زده بود ورزش میکرد استاد در تلفن گپ میزد بیادر فکرش نبود یک وقت لغت در گوشش خورد تلفن آموده او بچه فکر طبیعی استاد باز تایم سپورت است دیگه مرا استاد گفته که سپورت کیلومتر بود نه یادت میاد؟ خب مادر جان خیلی چی کنیم دیگه اینه باش که گفتیم بچه که کمه که خوش شما ما دست ما دیگه چیز نمیخوایم که یک لبخند در می حالتی که شما دارین اگر یک لبخند هم بالا به یک کس بیاریم اونم برای ما بزرگترین افتخار است دیگه گریان نکنین تشویش نکنین انشاءالله اما تنهای ما هست یک چیز ما براتون کمک میکنیم اون از طرف خانه دلتان جمع شد بخیر و روغن برنج کل چیز رسید کرای خانه را بتین کوشش کنین در پایینا و کدام خانگه که پیدا کنین همین کرای از این میخوانیم 6 ماه کرایش مانده نتونستیم دارم هر دقیقه صاحب خانه نه تق تق میزنه بتین کرای خانه را خیلی ندارم از کجا کنم به این دو دارم ترکاری فروشی میره اولاد من بتون میره کرای خانه را بتون میره چی کنم باید بچه من دواش کنم دوزا نمیتونم از کجا کنم من خوش کسی را پیدا کنم به یک ترکاری باید چی کنم کرای خانه را بتون مریض غم بکنم خودم از صبح تا دیگر از اونجا ما پیاده میرم تا اونجا از اونجا پیاده میرم پای من خودتون میبینید که نپون دیدم آرزوی تمیز کنید آرزوی میدیم بچه یکون جور شود بسیار سخت سر ما تمام میشه بچه مریض است هر دقیق سونازی که چپر میشه سونازی سعی میکنم دیگه بیخی دیگه چی میشه مادر هستیم دیگه ما درک میکنیم که یک مادر چقدر به فکر اولاد خداست شبا را بیدارخوابی میکنه تا که ما را کلان میکنه و وقتی کلان هم شدیم به اینی وضعیت باشه خودلش درد میگیره امروز که از خانه مبره به خاطر 4 تا نان صرف به خاطر نمی اولاد خانوادهش است که این بچهش جور باشه شاید هم پلاستیک فروشی 100 را پیدا کنه که 10 تا نان بیاره و این مادر نباید از خانه بیرون برای اما روزگار مجبورش ساخته خداوند پاک رحم کنه مادر جان خیلی در کجا چیا را پاک میکنی؟ من در روی اولی پاک میکنم باز اینجا چی میکنم گلایش میشورم چی میکنم باز میبرمش خب خیلی میریم همونجا میبینیم که چی رقم آمادگی میگیری چی رقم جور میکنی صحیح؟ آه یک چند دسته ما خانه ببریم از میدونیم مفرد مفت نیست دیگه پیسهش نخته پیسه میتیم صحیح نه؟ نامه که چی بود؟ مصطفی؟ خب بریم مادر جان خیلی تشویش نکن خب ما هستیم دیگه انشالله باز مادرت هم جگرخون میشه دیگه همه تو استوار باش انشالله ما میایم خبرت هم میگیریم صحیح؟ یعنی از خاطر خودت ما یک مسئولیت دیگر رو میگیریم که یک جای دیگر رو پیدا کنیم پایین باشه لب سرک همونجا بخیر ببرین کوچ در یک اتاق پرده تان میشه؟
میشه دیگه مجبور دو اتاق یک دالیز باشه خوب است نه یک میمان میاد اینجا که میمان بیاد کجا بیچاره خواب کنه دیگه از مجبوری کسی را دعوت هم نمیتونی بیا خانه خودمون چی نمیافیم باز میمان چی کنیم میمان چی خداست که بیا یک چیزی که داشتیم اونو بخوره که نداشتیم دیگه که میمان تیر میکنه از خود آدم که آدم تیر میکنه به هر حالت آدم حتما یک ذره زایاتون میته دیگه زیادتون باشه آیده من پاک میکنم تا که خلاص نشه پاک میکنم باز میشه این بر سبا باید تیار باشه دیگه سبا صبحکی دیگه تیار باشه تا 8 بجه 9 بجه باز میبریش حتما کدام شگر تبنگ چیزی هست دیگه نه؟ آیده باز در چی میدازیم تا بجی تازم بدای میکنم سر به سر میکنم باز چی میمونم باز میبریش یکونیم صده خریدی؟ ها این باید چند جور کنه؟ این باید دیگه نور اگر 2.5 کنم اونو باز 100 روپه برمون میمونم 100 روپه او را خلاص شد؟ او هم اگه خلاص شد اگه خلاص نشد دیگه هیچ دخترک خودت مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ صنف 7 از همیشه دیگه پیاده میری تا پایینه؟ پیاده در کجا است مکتبتان؟ در آخر سرک هست؟ بسیار راست والا ما در موتر خسته شدیم در اینجا هم پجول دیگه یکی پیاده تا اونجا بری باز پس بالا شدن بیخی مشکل است از این بعد ماه روزه است دیگه بسیار سخت است بسیار ماه روزه که سرما بسیار سخت ما میشه میاییم بخی دیگه سرمایه ما قرق میباشه همین درون ما بخی از تشنگی میچسبه بیخی که در مخانه هم بیشینه القدان آدم خشک میشه ای که آدم کار کنه و در قرای بلند بالا شد بسیار مشکل است خدا خیر کنه این چند مرحله داره حالا یک مرحله پاک کردن است یک ششتن است باز دسته کردن است پاک نکنیم باز کس نمیخره دیگه میگه خراب است خشکک داره چطل است کس نمیخره که نشویم گلایش هیچ خشککایش پاک نکنیم باز کس نمیخره مردم هم دیگه زیاد را طلب شده اگه در پا گفتش میگه پایین پا نمیشه خبر نداره که از کجا تا کجا جنجال داره از کجا تا کجا رو به سر خود میاریم از کجا تا پیاده برو پیاده بیا دستک و بشوی دوستان عزیز از این که دیگه شام نزدیک است نمیشه که ما پایین بریم مادر جان تصویرش برای شما تقدیم کنیم که چی رقم دسته شد و بعد از این میبرند در کجا مفروشن همو جای تصویر کنیم منطقه کل چیز از زبان خود شنیدین باز هم اگر فردا پس فردا ما سر خوردیم جای کارشان نیافتیم حتما یک سر میزنیم در غیر از او دیگه چیزی که عیان است چی حاجت و بیان است دیگه کل چیز شما دیدین که خودش برای ما گفت از کجا خریداری میکنن چی رقم میارن چی رقم جستجو میکنن و بالاخره به فروش میرسانن 1.5 افغانی را خریده باید 200 باید از جور کنه او را هم که کلش سودا شد اگر دو دستهش هم مان دیگه تاوان است فایده مایده نیست و این یک چیز هست که از یک روز دو روز زیاد نگام نمیشن از این بعد تو گرمی از بیخی همه تو رسنی مادر؟ گرمی است که خراب میشه یک روز مونده و یک چیز زایات هم میته دیگه اینی ها دستام نمیشه به اینی اندازه که باشه در دسته جور نمه و شاید دیگه میاله 20 دسته شوه نی؟ چی میکنیم برابر دسته کام میکنیم دیگه چند دسته جور شده که موقع کتم سرخک و گشنیج و پیاز باز میبرمش سرخش میکنم وایش نخریدی هنوز؟ نه بازم تو میگیرم هم تو میبرم تا چی میکشه بازم اینجا میشینم جور میکنم بازم تو این جنجال زیاد از خانه میارمش یه نه فکر کنین که 15 دسته را خریداری که چه قدر است اینال دانه دانه باید تیر از کلش پاک کنم بشویه بسیار سخت ساله روزگار از دیگه وطن است چی بکنیم کسایی که میبینن این تصویر لطفا کمک کنین به این خانواده تا ای که مریضشان هم صحتمند شد مصطفی جان پسرشان و همچنان از این بغل کو پایین برند که از این تا بالا شدن دیگه بیغم شوند چند ماه کرای خانه مونده؟ 6 ماه کرای خانه مونده نمیتونم کرای ما چند است مادر جان؟ 3000 است 18,000 افغانی فکر کنن که اینا
صرف از کرا باقی است. این چقدر بله برق میای و پیسه او میای و هم 2000 شاید بیای دیگه. پیسه برق قدر مصرف هم داریم که بزا پیسه او میای که او مصرف داریم او دیگه دی سر کوخ و او پیسه میای کلش و پیسه هست. بیا خیر قار نکو بیا در خانه گپا میشه قار نکو پروا نداره خب یگان جارو آدم میخوره پروا نداره یگان سر صدا میشه در خانه تقپق است زندگی بی تقپق نمیشه خب دیگه در کاسه آدم میزنه کاسه را در دیگه یگان جگرخونی که میایه از خاطر از این است که در دسترخوان نان نیست ها؟ یاد ما رفته که بیاره چای میخوری؟ یعنی چاکلیت و مسخو؟ یعنی پدر جان قار کرده بود از خانه پاس آوردیمش دیگه چای تا که یخ میکنم چیت میشه؟ پسرت نامش چیه؟ نام خودت چی؟ جان آقا نام خدا خوب نام داری دیگه خودت درس خوندی؟ تا صنف چند؟ شش نام یاد نوشته میتونی؟ مصطفی شوخ هست یا نه؟ نه مگر منتم میرا کتیم همچنین خود میرم زیاد شوخ سلفی مبوده قمر آزار میداد کیاره پیران مده چوکی بسته میکرد میگو فلک معلم کار داره که میدویدم بیادر از پشتم 3 تا چوکی میدوید بیت شوخ هستی یک در مکتب در تشنابا قید کرده بود مرا پشتم تشنابا قلب کرده بود یعنی ما اومدیم به شکایت کردن دیگه ای بچه را بفهمن فهمیدی کاکا بگو چرا اینجا در تشناب قید کردی؟ نکرده؟ نه باید اینم بندم درس خود بخونم باید درس داخل اونجا که کنبالشم درس داد بودم پس باید سوالای خود درس خود بخونم شاید زمانتر بخونم که کوشش کنه کامیاب میشه آه واقعا در داور از دوستان عزیز هر طرف این خانه غم است با خداوند پاک مشکلشان حل کنه پدر جانم که اگر تشویش داره یا تکلیف برش پیش شدن از خاطر این فشار روحی که سرش در خانه آمده از نادوری از بیچارگی تمام ما در این مشکل هستیم و یا مصطفی جان دیگه مکتبا رخصت است نه؟ چند روز دیگر رخصت خود یک ماه رخصت است نه؟ نه تا که مرض گم شد مرض گم شد دست بالا که بگو خدا دیگه هر جایی که مرض است دیگه زیباتن از کل دنیا بگو خداوند پاک گمش کنه دوای تو زود قبول میشه ما گناهگار هستیم از ما نخود ما در نماز دعا نماز دعا میکنیم حالا یک دست بالا کنیم یک دعا کنیم به خدایا این مرض دیگه از کل جوان اگر اسلام است اگر غیر اسلام است دور کنی و هم بشر است ما و شما بشر هستیم خداوند پاک این مرض گم کنه کل این دست از دربار خودم بالعالمین و دربار خودش گم کنه خداش کل مریضا را شفا بده گم نیست کنه خدا آل صالیش هم بسید دیگه خداشم دیگه در رای آل صالی دیگه الهی امین خواهی تو چای تا بخور که مصطفی جان ما برم بیرون کار دارم صحیح است؟ اجازه است؟ باش که من کم بلد شدم باش که ببینیم که چی کرد مادر جان دیگه ما خود رفتیم پیش مصطفی جان و پدرشون منوجه شد چی کردیم؟ اینو پاک میکنیم یعنی تو پاک میکنیم با اینی شکل میشویم باز
کشک لاشتک بسته میکنم باز میشویم باز میبرم سودا میکنم. یک 6-7 دقیقه شد که ما داخل رفتیم اون یک دانه نودشته شده. جات زحمت کار داره. زحمت خدا را دیگه. این باز چند فروخته باید شد؟ یک دسته؟ 10 روپا میفروشیم. 10 روپا. 10 روپا. بعض وقت باز زیاد اینچه دانه که دیر بانه باز 5 روپا سوداش میکنیم. 5 روپا. فایدهش دیگه میره. دیگه مجبور هستیم چی کنم از این که خراب شد پس با من چی میفروشیم. نمو سر بای. دیگه. شاید سر بای هم نشه یک تاوان هم شوه نه؟ تاوان خو میشه دیگه. به خدا خیر پیش کنه و نمور هم خیلی دستک کنه دیگه بخیر. این دو دسته را ما از پیشت میبریم. صحیح؟ صحیح سمزا. بریم ننه را بگویم که اینه برات گندنه خریدیم و پاک ستره ده چند دو ششته شده. یک ذره شروع یا شروع خو نیز ده ما نمیتانیم خورده خیلی خورمگه که کچولو اگه پیدا شد که دزمون همی گندنه غریبانه است میخوریم. خب مادر جان دیگه شام نزدیک است ما باید بریم اگه اجازه باشه و قربانتان خدا خیرتان باشه با عزت باشی سلامت باشی. بریم که ما خود سرگردانی های ما زیاد از خود دیدی که از او خاله رفتیم بر از او مواد خریداری کردیم او را برش موتر گرفتیم باز آمدیم پس طرف خودت. خدا خیر بده شما را و دوستای کمک کردن. حال یک مقدار پول نقد به خاطر از اینکه شما کرای خانه تان مانده امو را تسلیمتان میکنیم بخیر که از امان بیغم شوید. صحیح و یک چیزی که از طرف ما است که از امی پول برای بچگکت بر دخترکت کالای مکتب قلم کتابچه کل چیز میگیریم که باز ما دیگه دفعه اگه دوستا کمک کرد آمدم اگه گفت که نخریده برای ما بازو کمک کن پس میبریم ما دیگه یک دین از دیگه کسا یک درس آینده کشور دا دست از یا هست ماینات شام کو مصطفی جان بخیر ببر پیش یک دکتر اگر توانت بود پدر جانم ببر توکل به خدا انشالله هم وطنای ما هست بیچاره دیگه گاه از یک جای صحبت میکنه گاه از دیگه جای خدا رحم کنه سال میشه که مترسه اینه که گذاره میکنم تیر میکنم کتیش اینه اگه میزن اگه میز میکنه اگر رقم حال سرمو میاره تیر میکنم کتیش خدا خیره کار میکنم اینه بینی حالت کار میکنم چی میکنم برای نان پیدا میکنم میارم که یا بخوره اینه دیگه چی کنم مجبور هستم دیگه به خاطر اولاد به خاطر خدا خیرت بده. واقعیت که خانم قهرمان هستی ما که همون جدیدیم خداوند پاک خیرت بده که دیت یک حالت به فامیل کمک میکنی اولادایت شوهرت به اونو حالت بچگکت به او حالت. ما 3 دوست ما که کمک کردن تشکری میکنم از اونا از بیبیاجی از لندن که مبلغ 16660 افغانی روان کرده بودن. ما 10,000 شب برای خاله که مادر جان همونجا از پیشش گندنه را خریداری کرد بر از او مواد ارتزاقی خریدیم و 3,000 هم برش نقد تقدیم کردیم. 7,000 مواد خریداری کردیم 3,000 هم برش نقدن همونجا تسلیم کردیم که 10,000 شد. 6,600 روپیه دیگه مانده بود که ما 6,600 مواد خوراکی که اونجا موجود است بر مادر جان به فرمایش خودش لیست ترتیب کرد بر دکاندار گفت 6,600 امرای کرای ریکشا یا زرنج یا موتر دادیم که پول تمام شد. خدا خیر بده بیبیاجی را دو تا هموطنای ما را دستش گرفت. کمک کنه خدا وسیلهشان امین از کل مسلمانان را خداوند این مرض بعد از وطن ما گم کنه خداوند کل ما را سرفراز و سربلند داشته امین. و دو دوست دیگه ما که نقیب الله سلطانی است از جرمنی و همچنان خانم ایلا نادر از استرالیا که اینام کمک کردن خدا خیرشان بده. 17,000 افغانی از طرف نقیب الله سلطانی که 2 حواله داشتن یکی 16,500 یکی 17,000 و خانم ایلا نادر از استرالیا 11,640 روپیه اینا روان کردن که نمی 2 پول ما خدمت شما تقدیم میکنم. خدا کنه که بر نیت و مراد که این پول روان کردن هم مشکلشان اگر مشکل داره خداوند مشکلشان حل کنه اگر کدام نیت دارن به من نیتشان الهی امین.
خداوند پاک خیرشان بده. خدا بر مراد که خدا مراد خدا وسیله و ثوابشان کنه. ایلا نادر از کشور استرالیا مبلغ 11640 افغانی برای نیازمندان نوشته کردیم. 1 2 3 4 5 6 11 11500 11600 11650 افغانی. یا مادر جان از طرف خانم هیلا نادر از کشور استرالیا خدا خیرش بده که کمک کرده. خداوند هر مشکلی که دارن خداوند مشکلاشون آسان کنه. خداوند کتشون کمک کنه. ما کمک میکنه خداوند کتشون کنه. خداوند مراد دلشون آسان کنه. و این مرض که آمده دیگه دعا کنیم که دولت ما را خدا دیگه پاینده و خدا صلح بیاره در افغانستان. خدا وسیله و ثواب کل مسلمانان. آمین یا رب العالمین. مادر جان پولی که ما خدمت شما تقدیم کردیم 11640 از طرف خانم ایلا نادر بود، 17000 از طرف نخیب‌الله سلطانی بود از جرمنی و مبلغ 7000 از طرف بیبی حاجی از لندن که جمله 35640 افغانی ما با مواد خوراکه تقدیم شما کنیم. خداوند پاک شما را خیر بده و ما را دعا کنیم خدا توفیق بده که ما بتانیم بر هموطنان خود که پل ارتباطی هستیم کمک دوستا را برسونیم. خداوند خیر بده که پول روان کردن خانه شان آباد. خداوند پاک کمشان نکنه در جایی که زندگی میکنند. دوستان عزیزی بود برنامه امروز ما خدمت شما تقدیم کردیم. اینی بود روزگار پر از درد و غم و رنج که خودتان به چشم سر دیدین. اگر میخواین مستقیم با این فامیل کمک داشته باشین و یا با فامیل های دیگه که بی وضاحت هستن ما در خدمت شما هستیم. شماره که شما میبینین تماس میگیرین، فقط پیام بانین که کی از کجا تخلص تان چی از چی مقدار پول روان میکنین. تا دیدار دوباره خداوند یار و مددگارتان هر شب سحر در پیش داره. خدا میره. خیر یک چند روز دیگه نمیرم صبح ببر که سر تاوان نشم. یک چند روز دمی خانه است راحت که قرنطینه هم از مردم و مخشار بازار نمیگردد. تا دیگه دفعه خدا مهربان است که دوستا ببینه اگر کمک کرد باز من لخدمت هستم. اگر شد که خانه را یک جای دیگه انتقال بدی که اینجا واقعیت برای 2-3 نفر مریض مشکل است. نصف شب خدای نخواسته کدام گپ شب دیگه مشکل است تا پایین رساندن. محترم نیست، رای محترم نیست، شفاخانم نزدیک نیست، دور است. دیگه خداوند پاک خیر بده شما را. دوستا این بود برنامه امروز ما با خانواده سر خوردیم که سراسر غم، اما این که مادر قهرمان است و این خانواده را تنها نگذاشتن، به هر حالتش کار کرده. گفتن که ما کالاشویی کردیم، کشمش پاکی کردیم، امروز به سرحد شده که یک دسته گندنه را با چقدر مشقت و زحمت جور میکنه و به فروش میرساند. تا دیدار دوباره خداوند یار و مددگار بود. این شب و تاریکی این شب دردناک با کمک شما عزیزان یک شب پر خاطره و مملو از خوشبختی برای این خانواده شد. سپاسگزارم از محترم نقیب‌الله سلطانی که از کشور جرمنی مبلغ 17000 افغانی را برای این فامیل کمک شد و همچنان از بانو هیلا نادر که از کشور استرالیا مبلغ 11640 افغانی را کمک کرده بود و در اخیر هم سپاسگزاریم از بیبی حاجی که مبلغ 16660 افغانی را ارسال کرده بود که از مبلغ ذکر شده 6660 افغانی در این برنامه مواد ارتزاقی خریداری گردید و مجموع مبلغ کمک شده برای این خانواده 35640 افغانی شد.